سس مایونز و روغن رو میزنی به گوشت و کبابات، فکر میکنی کار درستیه؟ طبق تحقیقات مرکز ملی سرطان آمریکا بررسی میکنه پخت خود گوشت رو بدون مرینت در حرارت بالا که ترکیبات زیستی شامل پروتئین ها، کربوهیدرات و ترکیبات نیتروژن دار عضلانی یعنی کراتین در حرارت بالای 160 درجه سانتیگراد اینا با هم دیگه واکنش نشون میدن و ترکیبات شیمیایی مضری به نام HCA یا هتروسیکلیک آمین رو به وجود میارن و ترکیبات شیمیایی مضر دیگری به نام PAH یعنی هیدروکربن های آروماتیک حلقه‌ای که منبع اصلی اینها روغن های نباتی و چربی ها هستند تشکیل میدن. که به زبان ساده بهتون بگم وقتی روغن میشه که روی آتیش تجزیه حرارتی میشه و در نتیجه دود میشه که جذب این آمین ها در بدن احتمال ابتلا به انواع سرطان رو بیشتر میکنه. نکته کجاست؟ مخلوطی از تنده‌ها که گوشت داخل اون قرار میگیره نباید این موضوع رو تشدید بکنه. میبینیم بعضی از افراد، بعضی از رستوران ها، آشپزها از یک سری امولسیون هایی بر پایه روغن ناپایدار و یک سری روغن هایی که ناخالص هستن رو توی مرینیت و پخت کباباشون استفاده میکنن. ما مشکلی از استفاده این ترکیبات نداریم، اما باید بتونیم حرارت رو کنترل بکنیم یا نه. این سس ها در اثر حرارت و دناتور شدن پروتئین های آمولسیون کننده یعنی زرده تخم مرغ در بازه 70 تا 75 درجه سانتیگراد دچار شکست میشن. قبل اینکه به نقطه دود برسه کلاً سس نابود شده. حالا افزایش بیشتر حرارت یعنی ورود به منطقه پرخطر دود که باعث میشه پروتئین و روغن بسوزه و طعم تلخی و بوی بدی ایجاد بکنه. مرینیت انواع گوشت ها اینجا به عنوان یک سپر دفاعی عمل میکنه. اگر به درستی از اسیدها، ادویه‌جات و آنتی اکسیدان هایی مانند سیر، پیاز، ماست، دوغ، فلفل سیاه بتونی استفاده بکنی. نتیجه برای پخت کباب و گوشتت باید 5 تا نکته رو رعایت بکنی. 1. همیشه دماتو کنترل بکن. نباید بیشتر از 160 درجه باشه. 2. اگر کباب پز زغالی داری، ارتفاع زغال و کبابت باید بین 12 تا 15 سانتی متر باشه. 3. کره و روغن رو بعد از پخت به کباب و گوشت بزن. هی نزن داخل سینی کره بعد بذاری روی زغال. باعث میشه بسوزه. 4. از مرینت اصولی و سالمتری استفاده بکن. اگر پخت بالای 70 درجه سانتیگراد رو در نظر داری، از سس هایی که بر پایه امولسیون هستن کلاً بیخیال شو. 5. از روغن ها و چربی هایی با نقطه دود بالاتری استفاده بکن. وقتی سلامت و جان مردم میاد وسط، سکوت معنا نداره. لطفاً این ویدیو رو به دست همه برسونید تا از این موضوع مهم آگاه بشن.